قربان نمیشدی من بردارم از روی دیدگاه شریعت در محمود الفتوا، فتوای دارالعلوم زایدان جلد دوم از رد المختار و فتوای هندیه ثابته که دختر سیبه یا دختر باکیره اگر تا وقتی خودشان راضی نباشند، پدر یا غیر پدر یا کدام سلطانی نمیتونه آنها را مجبور به نکاح دیگه کس بدارن، یعنی به شوهر بدن تا وقتی که نکاحشون صحیح می شود، در وقتی که آنها راضی باشند. آنها خودشان امر کنند و رضامندی خودشان بیان کنند، بعدا نکاح آنها منعقد می شود. در این حال نکاح ها باطل است. و همچنین در صحیح بخاری باب نکاح میگه که لا ينكح الاب و غیره البکر و الصیب الا برضاهما. نباید پدر یا غیر پدر دختر باکیره شه، یعنی دختر دوشیزه شه یا دختر کته شه به قول معروف، یا دختر بیوزن شه سیبه شه، بدون اجازت آنها، بدون رضامندی آنها به شوهر بده. عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا فرمودند لا تنكح الایم حتى تستعمر. نباید تا وقتی که بیوزن، یعنی دختر زن سیبه تا خودش اجازت نده، امر نکنه، او را به نکاح دیگران در آورده جایز نیست. ولا تنكح البکر حتى تستأذن. و نکاح درست نمیشه و که دختری باکیره که تا وقتی خودش اجازت نده راضی نباشه، نکاح ما منعقد نمیشه، درست نمیشه، صحیح نمیشه و که او را بدون اجازت او دختری باکیره او را برفرانی به شوهر بده. قال یا رسول الله کیف ابنها. گفتن یا رسول الله، صحابه کرام عرض کردند که یا رسول الله چگونه بفهمیم که دختر راضیه، چگونه بفهمیم که رضامندی دختر را بفهمیم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا فرمودند ان تسکت. اگر دختر ساکت شی، وقتی که از او سوال کردی پرسیدی که بچم فلانی را میگیری و میخوام به فلانی تو را به شوهر بتم، اگر دختر ساکت شی در روی شرم و حیا، در این وقت معلوم میشه که راضیه. سکوت علامت رضاگیزی مقوله معروفه. همچنین در دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خنسان بنت خازمین انصاریه رضی الله عنها میگن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، گفت انا اباها زوجها و هی شیب فکرهت ذلك. گفتن یا رسول خدا، پدر مرا بر نکاح فلان صحابه در آورد در حالی که من سیبه‌ام، بیوه‌ام. شوهر ما در جنگ احد یا جنگ بدر، راوی میگه یا جنگ بدر یا جنگ احد، گفت به قتل رسید، به شهادت رسید، مرا پدرم مجبوری به فلان کس نکاح کرد. فاتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد نکاحه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نکاح را مردود کرد، گفت جایز نیست، یعنی نکاحش معقد نشده است. پس معلوم می شود که از روی همه حدیثا که دختر هیچ کس نمیتونه پدرش یا غیر پدرش مجبور کنه یا بگه عقد میکنم فلانی رو نگرفتی یا بیرونت میکنم، بدون رضامندی دختر به شوهر نکاح در آورده نمیشه. امروزه دخترها را نمیپرسن، دخترها را مجبور به نکاح فلانی میدونن، به خاطری که برده کلانه یا بایه گفته مجبور دختر را میگن اگر فلانی را نگرفتی سرت میکنم یا خفه میشم، داد نمیتم یا عقد میکنم گفته، از قلب دختر با خبر نیست. در حالی که دختر نمیخواه او را بگیره، مجبوری میتن دختر را بدبخت میکنه. پس دختر را به هر راه با تشویق و ترغیب، با طریق مادر، اپا و خواهر و دوگانه‌اش به هر راه در دلش بدرین، رضامندیش جلب کنین. مهمه شرط میگه که دختر راضی باشه و بدون اجازت دختر، بدون رضامندی دختر حق نداره یگان پدر یا غیر پدر که او دختر را مجبور کنه. دخترها یک شعر معروفی دارن، زمین بالین باشه و یارم نازنین، یعنی هر کسی باشه که با او دختر معقول باشه. حتی شریعت اجازت داده که
وقتی داماد میآید عروس میآید باید پیش از ازدواج کردن پیش از خواستگارداری اجازت چون بتین خلوت نکنن و در یک جا با یک آدم دیگه باشه عشق ایشه ببینن که فردا بعد نگن که میرا نمیخواست و مرا مجبور کردن. پس عزیزان من دختر مجبور کردن جایز نیست تا دختر راضی نباشد تا خودش امر نکنن جایز نیست. و دوم رضامندی دختر مهمه برادر. خداوند کریم ما و شما را آمین بگردد.